انگشتتو بیار پایین ورژن اسکیزوفرنی. اگه بیشتر از 5 تا انگشتتو بیاری پایین ممکنه اسکیزوفرنی داشته باشی. یه انگشتتو بیار پایین اگه تمرکز کردن واسط سخته. یه انگشتتو بیار پایین اگه تا حالا توی ذهنت با چندین نفر مکالمه داشتی. یه انگشتتو بیار پایین اگه خوابایی که میبینی خیلی واقعی به نظر میرسن. یه انگشتتو بیار پایین اگه اعتماد کردن به افکار خودت واسط سخته. یه انگشتتو بیار پایین اگه رفتن به دور همی و مهمونی و اینا مضطربت میکنه. یه انگشتتو بیار پایین اگه با اولین نفر لیست شیرت هیچ چیز مشترکی نداری. یه انگشتتو بیار پایین اگه بقیه مردم چیزایی که میشنوی یا میبینی و باور نمیکنن. یه انگشتتو بیار پایین اگه تا حالا نگران بودی که نکنه یه نفر از دستت عصبانی باشه و نشون نده، چیزی نگه. یه انگشتتو بیار پایین اگه تا حالا واسط پیش اومده که سمت راستت یا چپت چیزی ببینی بعد برگردی و هیچی نباشه. یه انگشتتو بیار پایین اگه به یه چیزایی در مورد این جهان باور داری که هیچ کس دیگه‌ای باور نداره.